تشبوس پنجم جانب تاجیکستان اعلان سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخو به منفعت جامعه جهان خواهد بود، زیرا تغییریابی گلوبالی اقلیم به صفت یکی از مشکلات معاصر پیش از همه به حالت پریخو، ذخیره‌های برف و آب تاثیر منفی می‌رساند. جامعه جهانی خوب درک می‌کند که کاهش و خرابشوی منبع منبع‌های آب‌های آشامیدنی در سیاره می‌تواند اهل بشر را به هلاکت‌های زیاد جانی، اجتماعی و اقتصادی دچار نماید. هنوز ماه مارس سال 2021 ضمن نخستین جلسه پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که جهت حل این مسئله در سطح بین المللی سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخو و روز بین المللی حفظ پریخو معین گردیده بنیاد مخصوص بین المللی حفظ پریخو تأسیس داده شود. با درک این معنی مهمیت مسئله مذکور 14 دکبر سال 2022 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبوس پنجم جانب تاجیکستان را در ساحه آب یکدلانه با قبول قطعنامه مخصوص خود تصدیق نمود که آن از طرف جامعه جهانی پشتیبانی یافت. پیشنهادهای بنیادی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از طرف جامعه جهانی پذیرفته شد، دستگیری یافت و جای افتخار است که امروز تاجیکستان از این طریق میشناسند. یعنی امروز ما در کنار کشورهای ابرقدرت مثل امریکا، مثل روسیه، مثل کشورهای دیگر حرفی خود گفتنی داریم، حرفی خود را میگیم، صدای خود را بلند کردیم و امروز ما با حل کننده یا مثلا به پیشبرنده مسائل آب اقلیم تبدیل یافتیم. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در جهان با تشبوس‌های عالمگیر و سازنده‌شان می‌شناسند و توسط آن نام تاجیکستان و ملت تاجیک نیز شهرتیار گردیده است. بشریت درک کرده است که تشبوس‌های بین المللی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رفع مشکلات هلاکت آور مربوط به آب و اقلیم اقدام بشردوستانه و نظر نیک به آینده بشریت است. عامل اساسی همین تشکلیابی انبوی هوای نمناک و بارشات‌ها و تشکل یافتن حجم مجرای دریاها این پریخو میباشند. برابر کم شدن مساحت یخپوشی در کوهستان‌های تاجیکستان البته تولیدشوی یا اینکه تشکلیابی آب نیز در منطقه کم میگردد که این فاجعه اکولوژی میباشد و روند آبشوی پریخو امروز روز تا روز افزایش یافته ایستاده است. همه همین را درک نموده امروز حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش نموده ایستاده است که با اقدام‌های خود، با همین تشبوس‌های خود همین روند رو پیشگیری نموده منطقه و تاجیکستان را از خطرهای، از آفت‌های طبیعی ایمی نگاه داره. ما چون کشوری هستیم که آبهای زلال زیاد داریم و میگن که 60% آبهای آشامیدنی آسیای مرکزی در تاجیکستان تشکیل می‌یابند، نمیتوانستیم مثلا چون اقدام رو با پیش نگیریم. وقتی که ما این اقدام رو مثلا پیشوای ملت با پیش گرفتن، این از طرف جامعه بین‌المللی طرفداری پیدا کرد، چون که در حقیقت امروز مردم با آب تازه نیاز دارند. من فکر میکنم که در قرن 21 و قرنهای بعدی مسئله آب آشامیدنی مسئله اساسی میگردد، چون که ذخیره آب آشامیدنی درست است که در دنیا آب زیاد است، ولی اون آبای غیر آشامیدنی، اون آبای مثلا تکنیکی، آبای شور، اونها را استعمال کردن نمیشه. ولی آب آشامیدنی امروز در سیاره خیلی کم شده است. همین طوری که مثلا جناب عالی فرمودند از 13,000 پریخوی تاجیکستان چند هزارش آب شدن و این آب شوی باعث می شود که هم سطح اقیانوس بالا می رود، همین که مثلا آب کم می شود، چون انسان نیاز به آب دارد. کارشناسان بر آن نظرند که قبول این اقدامات و دیگر تشبوس‌های به آنها مانند جهت در سطح گلوبالی اندیشیدن چاره‌های دسته‌جمعانه و تطبیق عملها به خاطر حفظ پریخو تکان تازه خواهد بخشید. با تاکید اقلیم شناسان آبشوی ذخیره‌های برف و پریخو و یخبندی ابدی می‌تواند تأثیر پی در پی داشته باشد و سرعت گرمشوی گلوبالی را باز هم تیزاند. این مشکلات در راه رسیدن به هدف‌های رشد استوار و در کشورهای گوناگون مانع جدی ایجاد می‌نماید. گفته می‌شود که تاجیکستان در پیشبرد مسائل جهانی آب و اقلیم و موضوعات دیگر روزمره بین المللی من بعد نیز به حیث مملکت تشبوسکار باقی خواهد ماند. خدایداد رجب، اولوغبک کریم برای برنامه اخبار.